қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин қадим асри миёна ва давраи нав. гуфтори 122. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خاک تاجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917 رولوسیای فوریه سال 1917. در این حال باید حتما قید کنیم که در بعضی شهر و ناحیه‌های آسیای میانه جاسوسان امپریالیستان گرمانیا و سلطان ترکیه خیلی جد و جهد کردند که شورش‌های خلقی ضد پادشاهی را به شورش ضد عموما روس‌ها تبدیل دهند. در نوبت خود ملاهای متعصب علی خصوص پیروان اشدی تصوف کوشیدند که شورش به خود شکل غزوات را گیرد که در این صورت تمام روس‌ها باید پیر کرده می شدند. شاهدان نقل می کنند که در یکی از محله های خوجند یک گروه آدمان که یا جاسوس امپریالیستان گرمانیا یا سلطان ترکیه بوده اند بیرق خلیفه ترکیه را برداشته برآمدند. معلوماتی هست که سلطان ترکیه افغانستان را تحریک می کرده است که به کارهای امارت بخارا و کشور ترکستان دخالت کند. به جاسوسان ترکیه میسر شد که با فریب و نیرنگ و رشوه و پاره سرداران بعضی قبیله های ترکمن را از راه برآورند و در این خیل محل ها شور و آشوب مردم به فایده سلطان ترکیه جریان یافت. در ناحیه های سرحد افغانستان و ایران حادثه های روی دادند که شورشگران به راه آهنچیان بیگناه و مزدور روس در افتادند. قصبه های روس ها را آتش زدند. پاسبانگاه ها، واسطه های علاقه و غیره را خراب کردند. بایها و ملاهای ترکمن می خواستند که به طفیل این شورش قبیله های ترکمن را به ایران یا افغانستان و بعدتر به ترکیه همراه کنند. این گونه نیت های دشمنانه در دیگر محل های آسیای میانه هم جای داشتند. خلاصی کلام، هنگامی بها دادن به خصوصیت شورش سال 1916 شرایط کنکریتی هر یک محل آسیای میانه را به حساب گرفتند در کار. انیق و روشن جدا کردند در کار که کدام شورش استخیوی بود، کدام شورش خصوصیت خلقی و آزادکنی داشت، کدام شورش را فیادال‌های ارتجاعی، ملایان و دیگر عنصرهای ضد خلقی تشکیل کرده اند یا به منفعت خود استفاده بردند. بعد بیرحمانه پخش کردن شورش سال 1916 حکومت پادشاهی مردم را بیملال به مردیکاری، انیقترش برای کار در اخیبگاه ارمیا سفربر کردن گرفت. این سفربری با خودسری و بیدادی های بیشمار می گذشت. به مردیکاری فقط فرزندان بینوایان و کمبغلان را می گرفتند. بایها باشند رسما حقوق داشتند که بجای فرزندان خود دیگر کس را کرا کرده فرستانند. فرزندان بایها، عملداران، ملاها پاره و رشوه هم داده از مردیکاری خود را خلاص می کردند. دهقانان بیچاره برای رشوه و پاره پول نداشتند. بنابراین بعضا چنین می شد که از یک عائله یک باره 2-3 کس به مردیکاری می رفت. یکی از روی قانون، دیگری بجای قرض و سیومه خود را می فروخت که زن و کودک و پیر و کمپیرانی در خانه مانده قوت لایموت داشته باشد. کسانی به مردیکاری سفربر شده در ساختمان انشاءات مدافعه کار می کردند. در کارخانه های صناعتی هر گونه کارهای سیاه را اجرا می کردند.
بعضن آنها را در زمین‌های پمیشک ها هم کار می‌فرمودند. نه اداره های حربی و نه صاحبان زواد و فابریکه ها که باید مردکاران آسیای میانگی را قبول می‌کردند، به این کار مطلقا تیاری ندیده بودند. هزاران هزار مردکاران در برک و زمینکنهای خنوکی بی پیچکه زندگی می کردند. از خنوکی و گرسنگی و کسلی ها صدها نفری آنها مرده می رفتند. وحشیانه پخش کرده شدن شورش سال 1916 خودسری و بیدادی و بی انصافی های بیشماری ترتیب مردکارگیری، زندگی مدهش و وزنین و طاقت گدازی مردکاران در غریبی، همه اینها نفرت و عداوت مهنتکشان آسیای میانه را نسبت به حکومت پادشاهی، حکومتداران محلی و تمام ظالمان خیلی سخت‌تر کرد. در عین حال شورش سال 1916 از روی عنصرهای بورژوازی ملی نقاب را کنده پرتافت. ترغیباتچیان پن ترکیه نتوانستند که خلقهای ترکستان را برای کج اتحاد جمعی مسلمین روانه کنند، در راه اتحاد ملی و دینی از مبارزه صنفی دور سازند. همه این در آسیای میانه در وقت شورش سال 1916 بسا عیان ظاهر گردید و در این کار خود جدیدها هم کمک کردند. معلوم که آنها نهضت‌های خلقی را به منفعت خود استفاده بردنی می شدند و در احیان جایها مثلا در جیزخ به آنها میسر شد که احتراس رولوسیونی عامه را به مجرای تعصب دینی اندازند. اما اکثر اهالی، کمبغلان محلی دشمنان اصلی خود را نقص شناخته گرفتند. قید کردن لازم که از خود اولی شورش تا پخش کرده شدن آن تمام کلانان آبرومند بایهای محلی با عملداران خرد و کلان پادشاهی فعالانه همکاری می کردند. به مأموریت پادشاهی ملتچیان بورژوازی جدیدها هم هر جانبه کمک می کردند. احوال هم در خوجند و راتیپه، هم در سمرقند و مرغیلان، هم در پیشبیک و ویرنی، در همه شهرها، نهایت در خودی تاشکند هم همین بود. این خائنان به منفعت‌های ملی خلق خود خیانت کرده اداره‌های مخصوص تأسیس می‌دادند که به حکومت پادشاهی در مسئله مردکارگیری مدد رسانند. مثلا در مرکز گنرال گوبرناتوری کمیته شهری تاشکند برای به کار دعوت کردن اهالی محلی نام مؤسسه تأسیس یافت که به آن منورقاری در بالا نام برده ما خواجه افنام یک سوداگری سیرپوری کارچلان و دیگر نمایندگان دولتمندی بایها و جدیدها سروری می کردند. در ولایت سیردریا نمایندگان بورژوازی محلی به گوبرناتوری حربی ولایت مخصوص عریضه داده اجازت پرسیدند که در بین اهالی تشویقات و ترغیبات برند و آنها به معرکه غنداشتن چیز و چاره و مال و اشیا برای احتیاج جنگ مقابلت نکنند. این اقدام و دیگر کردارهای به این مانند روشن دلالت می کنند که جدیدها هم مثل تمام بورژوازی ملی ترکستان از عاموی بودن و رویه معینی صنفی داشتن شورش سال 1916 هم به هراس افتاده در غم موقعی خود شده با دشمنان اشدی تمام خلقهای مملکت حکومتداران پادشاهی زبان یک کردند. خلق توجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917 رولوسیای فوریه سال 1917 رولوسیای بورژوازی دموکراتی فوریه سال 1917 و اهمیت آن در حیات خلق تاجیک. جنگ یکم جهانی که عاقبت و افاده بحران عمومی کپیتالیسم به شمار می رفت، این بحران را تیز و تند گردانده
امپریالیسم جهانی را سست نمود. کارگران و سلطنت‌ها 27 فوریه سال 1917 در پتروگراد شورش برداشته پادشاه را از تخت سرنگون کرده سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطنت‌ها را تشکیل دادند. به کارگران روس نوشته بود لنین چنین شرف و اقبال نصیب شد که یکمین شده ریولوسیا را، یعنی جنگ بزرگ، یگانه جنگ قانونی و حقانی مظلومان را بر ضد ظالمان سر کنند. به شرافت راهبری پارتی بلشویکی، به شرافت گیگمانیای پرولتاریات، ریولوسیای بورژوازی دموکراتی فوریه در تمام سرزمین وسیع روسیه غلبه کرد. در نتیجه خائنی اسرها و منشویکانی که به راهبریت سویت‌ها در آمده گرفته بودند، به سبب زودباوری از حد زیادی عامه‌های وسیع کارگران و سلطنت‌ها که از اولین کامیابی‌های ریولوسیا سرمست شده بودند، حاکمیت دولتی را بورژوازیا به دست خود می‌گیرد. حاکمیت نوی دولتی در شخص حکومت موقتی از نمایندگان بورژوازیا و پمیشکان بورژوازیا شده عبارت بود. به یک طرز مخصوص به هم پیوستن دو دیکتاتورای بورژوازیا در شخص حکومت موقتی و دیکتاتورای پرولتاریات و دهقانان در شخص سویت دپوتات‌های کارگران و سلطنت‌ها وضعیت به وجود آمده رفت وسعت واقعه‌های ریولوسیونی را چی در تمام مملکت و چی در آسیای میانه هم معین کرد. ریولوسیای فوریه عامه‌های وسیع خلق آسیای میانه را سخت به جنبش آورد. در روزهای اولین ریولوسیا اول در تاشکند، بعد در دیگر شهرهای کشور، از جمله در شهرهای اکثریت اهالیش تاجیک در سمرقند، خوجند، راتیپه، بخارای نو، کاگان، سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطنت‌ها به وجود آمدند. در برابر سویت‌ها تشکیلات‌های اتفاق‌های کسبه‌ای کارگران، کاسبان، هنرمندان و دیگر طبقه‌های اهل مهنت تأسیس می‌یافتند. در سمرقند اتفاق مسلمانان مهنتکش اتفاق رالی کلان می‌بازید که بسیار فعالان آن سیاست بلشویکان را ثباتکارانه و با جدیت دستگیری می‌کردند. در خوجند که در بین اهالی آن راه آهنچیان خیلی زیاد بودند، کمیته راه آهنی کارگران و دهقانان استانسیه خوجند تأسیس کرده شد. 31 مارس در مجلس متحده سویت دپوتات‌های کارگران و سلطنت‌های تاشکند، کمیته اجراییه اینچنین نمایندگان سویت دپوتات‌های مسلمانان و سویت دهقانان درباره برهم دادن جنرال گوبرناتوری یکدلانه قرار قبول کرده شد. این غلبه کلانی ریولوسیا به حساب می رفت. یک قسم خلق تاجیک که در کشور ترکستان زندگانی می کرد و مبارزه ریولوسیونی خلقهای روسیه همراه شد. در زیر تاثیر پرولتاریات روسیه و با یاری وی در یک قطار شهرها اتفاقهای مسلمانان مهنتکش و سویت‌های دپوتات‌های کارگران مسلمان تشکیل می‌یابند که در آنها مهنتکشان ملت محلی با قسم بلشویکی سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطنت‌ها همکاری کرده تعلیم مبارزه ریولوسیونی می‌گیرند. دو حاکمیتی در ترکستان در همین ظاهر می‌شد که در برابر سویت‌ها کمیته ترکستانی حکومت موقتی همچون ارگان عالی حاکمیت در کشور تشکیل داده شده بود. در محل‌ها ولایت و اویست‌ها کمیسران حکومت موقتی گذاشته شده بودند. اینها ارگان‌های حاکمیت بورژوازی به حساب می‌رفتند که سیاست حکومت موقتی را جاری می‌کردند. سیاست را که از جمله برای در ترکستان نگاه داشته شدن ماشینه کهنه دولتی روانه کرده شده بود. حکومت موقتی بورژوازی تمام چاره‌ها را می‌دید که رژیم مستملکوی را در آسیای میانه نگاه دارد. جلاد خلق‌های آسیای میانه جنرال کوراپاتکین را حکومت موقتی در وظیفه پیشترش مانند.
وزیر حربی حکومت موقتی کپیتالیست توچکوف در تلگرام خود اظهار باوری می کرد که گنرال کوراپاتکین برای نگاه داشتن ترتیبات در ترکستان تجربه خود را استفاده خواهد برد. با مقصد نگاه داشتن این ترتیبات، گوبرناتوران ولایتی، سرداران اویزد و تمام دستگاه پلیسیا در جایهای خود ماننده شدند. همه محدودیت‌های ملی که در زمان پادشاهی وجود داشتند بیکار کرده نشدند. مهنتکشان مثل پیشتر از حقوق محروم بودند. سرداری کمیته کادت‌های ترکستان شپکین به دهقانان مهنتکش تهدید می‌کرد که برای زمین‌های ملکداران کلان و بایها را خودسرانه زیر کرده گرفتنشان جزای سخت خواهد داد. کارگرانی که روزی کاری 8 ساعته طلب می‌کردند دچار تعقیبات می‌شدند. به طور دیگر گوییم بورژوازی به سر حاکمیت آمده برای از میان بردن نه ظلم اجتماعی و نه ملی حتی کوشش هم نکرد. و بعضی ظهورات درشت سیاست ملی مستملکوی حکومت پادشاهی را فقط ظاهراً از بین برده آنها را با سیاستی نازکتر و از این رو باز هم خوفناکتر عوض نمود. بورژوازی ملی عنصرهای فئودالی بایی کوشش می‌کردند که بالاروی کیفیت ملی آزادی‌خواهی عامه خلق را زیر راهبری خود گرفته و آن را به منفعت محدود صنفیشان استفاده برند. به اندازه در روسیه رواج یافتن حادثه‌های رولوسیونی ماهیت ضد خلقی جدیدیسم تا رفت آشکارتر می‌شد. تبدلات ماه فوریه سال 1917 را جدیدها با وجد و شادی تمام استقبال گرفتند. خبر رولوسیه رسیدن زمان ماه مارس سال 1917 در تاشکند شورای اسلامیه نام تشکیلات بورژوازی ملتچگی تأسیس یافت که به آن سابق دیپوتاتی دومه دوم دولتی ملا عبدالواحد قاریف و همان منور قاری عبدالرشیدف سروری می کردند. آنها با چوقیف و سیف الملوکف برین پیشوایان پن ترکیه به شورای متحده کشوری اسلامی ترکستان راهبری می کردند و ترک ایلی خلق ترک نام یک گزیتچه هم می برآوردند. ماه اپریل سال 1917 ملتچیان بورژوازی آسیای میانه در تاشکند سیزد مسلمانان ترکستان را دعوت کردند. اشتراکچیان سیزد اعلان کردند که برای انتشار نفوذ بورژوازی ملی در بین اهالی آسیای میانه غایه‌های پن اسلامیه و پن ترکیزم را حدالامکان وسیع استفاده بردند در کار. در سیزد یگان مسئله محاکمه نشد که برای بهتر شدن احوال دهقانان یا کاسبان لازم باشد. جدیدان و پیروان آنها صاحب اختیاری و خود اداره کنی ترکستان را طلب کردند تا که فقط خودشان مهنتکشان را تالان و تاراج کنند. آنها کوشش می کردند که ساخت کهنه نیم فئودالی را برقرار نگاه دارند، تأثیر دین اسلام و خادمان آن، تأثیر بورژوازی ملی را به خلقهای آسیای میانه مستحکم تر کنند. پیشوایان جدیدها بهبودی، منور قاری عبدالرشیدف، عبدالرؤوف فطرت به ترغیب و تشویق غایه‌های پن ترکیزم اهمیتی مخصوص داده بای و کمبغل را دعوت می کردند که در راه یک مقصد خدمت کنند و با همین بین مهنتکشان محلی و کمبغلان روس نظامی انداختند. در این کار توران نام گروه بورژوازی ملی که ثانی‌تر به تشکیلات فدرالیستان ترک عدم مرکزیت تبدیل یافت مقام نمایان داشت. تشکیلات محلی بورژوازی شورای اسلامیه و تشکیلات فئودالی دینی علما تأسیس یافتند که میدان عملیاتشان خیلی وسیع بود. آنها شعارهای کانتر ریولوسیونی، شعارهای پن اسلامیه و پن ترکیزم را پیشبری کرده می‌خواستند که
عامه محلی مهنتکش را از قفای خود گرفته برند. عامه را که بیدار شده بود و اما از قید جهالت و اذیت عصرینه رها نیافته بود. راهبران این تشکیلات ها خود را حامیان دین اسلام و منفعت های عمومی ملی به قلم داده، طبقه های باقی مانده ناآگاه اهالی محلی را به مقابل بلشویکان اغوا می دادند. مثلا در خوجند تشکیلات شورای اسلامیه چنین آوازه پهن کرده بود که گویا بلشویکان مال و ملک مردم را کشیده گرفته جمعیتی کردن می خواستند. گویا بلشویکان رسم و آیین دینی را منع کرده دین مسلمانی را نیست کردنی بودند. شورای اسلامیه و مخصوصاً علما اهالی محلی را نه اینکه فقط برای بلشویکان پیروی کردن بلکه برای اشتراک کردن به هر یک تشکیلات مهنتکشان تعقیب می نمودند. ارگانی سویت دیپوتات های کارگران و سلطات های تاشکند نشر گزیته ماهیت ضد خلقی عملیات مستملکه‌داران نوبرآمد هیئت حکومت موقتی و خیانتکاری های ملتچیان بورژوازی را با دلیل و اثبات ها فاش کرده به مهنتکشان علل خصوص به مهنتکشان محلی ماهیت حقیقی متعصبان را نشان میداد. اینک باز یک کثافت دیگر شد. بلای سیوم آمد که نامش علما بوده است، نوشته بود نشر گزیته. این بلا از قحطی و وبا هم بدتر. این یک سله بداعمالان شهر کهنه است که از آفت جنگ میلیون ها سوم دزدیدند، از حساب کلفت مردم دولتمند شدند. در ماه‌های اولی ریولوسیون فوریه به ملتچیان بورژوازی میسر شد که قسمی از اهالی را گرنگ کرده از پس خود برند. آنها می کوشیدند که در آسیای میانه ضد بلشویک ها فرانت یگانه تشکیل دهند، زیرا تأثیر بلشویکان به خلقهای آسیای میانه روز به روز می افزود. جدیدان پن اسلامچی ها، پن ترکچی ها به ترغیبات و تشویقات بلشویکان شعار خود ملت یگانه مسلمان را مقابل گذاشتنی می شدند. صنف‌های گوناگون را به اتحاد دعوت می کردند. در این بابت یک خطابه فطرت خیلی جالب دقت است. مسلمانان ترکستان، نوشته بود وی در خطابش، بیایید از برای پیغمبر، از برای دین، از برای علم متحد شویم، به نزاع بین خودی و تفریقه صنفی چشم پوشیم، خود را با رشته های دوستی و اتحاد بربندیم که نخست پند اسلام است. بیایید دست به همدیگر دهیم. ولی وظیفه‌ای که آنها در نزد خود گذاشته بودند به هیچ وجه اجرا نمی شد. پروگرام لنینی پارتی بلشویکی در مسئله ملی حل همان مسئله های عمده را در نظر داشت که میلیون ها مهنتکشان تمام ملت ها به امید حل آن مسئله ها بودند و همین نیتی پارتی بلشویکان به دل همه مهنتکشان راه می یافت و به فعل همین مردم گوشه و کنارهای رسیه هم از جمله خلقهای آسیای میانه فعالانه بلشویکان را دستگیری می کردند. خود حیات به جریان از هم جداشوی صنفی اهالی محلی یاری رساند. مهنتکشان تاجیک و ازبک و ترکمن و قرغیز تا رفت بیشتر باوری حاصل می کردند که بایهای محلی مردم را به یگانگی ملی دعوت کرده در عمل از حساب برادران همخون خود دهقانان و کمبغلان قشاق و گرسنه شهر دولتمند می شوند. چون این واقعه جالب دقت را مثال می آوریم که آن را مطبوعات بلشویکی خبر داده بود. مسئله آذوقواری در اوراتیپه بسیار مشکل است. مردم از گرسنگی از ولوس‌های در گرد و اطراف بوده بسمنده، شهرستان و دیگر محل‌ها به سوی دریا می گریزند، چون که در دریا به هر حال ارزان هست. واقعاً با این ارزان کارهای بی حیایانه می کنند. پایهای اوراتیپه در ستانسیه کریوشن هر پود ارزان را
28 سومی خریده آن را روستی با پایزدی پساژیری و مالکشان یا با عرابه به او را تیپه می کشانند و در حوریهاشان آرد کرده به مردم گرسنه هر پودش را 50 سومی می فروشد. عامه مهنتکش تا رفت بیشتر به همین معنی سرفهمی رفتگی می شود که بین کمبغلانی از گرسنگی مرده ایستاده و سببگاران این گرسنگی بایهای سوداگر که به تشکیلات شورای اسلامیه سرداری می کنند هیچ گونه منفعت‌های عمومی ملی شده نمی تواند. فعالیت سابق مردکاران یعنی آنانی که برای کار عقیبگاه به روسیه سفربر شده بودند به انکشاف شعور صنفی پرولتارها و کاسبان و دهقانان محلی خیلی مساعدت کرد. آنها به روسیه رفته زود به میدان مبارزه شدیدی سیاسی می در آمدند. در راه مبارزه فعالانه ضد ظالمان درسی مهم می گرفتند و بسیار وقت در همان جایها به پارتیای بلشویکان اعضا می شدند. البته همه کارکنان عقیبگاه را یک خیله گفته حساب کردن نادرست می بود. قسمی بالانشین آنها که از عملداران خرد پادشاهی و نمایندگان روحانیان عبارت بودند همه چاره ها را می دیدند که کارکنان عقیبگاه با کارگران روس و اوکراین علاقه‌دار نشوند. اکثر وقت از روی معلومات آنها کارکنان عقیبگاه را حبس و محکوم می کردند. اما همه چاره هایی که حکومت پادشاهی و دیرتر حکومت موقتی، برجوازی ملی و روحانیان مسلمان برای مردکاران عقیبگاه را اینچنین مهنتکشان ملت‌های محلی را از تأثیر ایده های بلشویکی نگاه داشتن می دیدند نتیجه درست نبخشید. من یک مثال جالب دقت. در سالهای مردکارگیری در قطار دیگران حکومتداران پادشاهی جورا زاکیرف و عبدالقادر رحیمبایف را هم به کار عقیبگاه به روسیه گرفته رفتند. جورا زاکیرف به زواد شهری بیردیانسک حاضر شهری اسیپینکو افتاد. در اینجا نه فقط با غایه های لنینی سوسیال دموکراتی شناخته شد بلکه به درستی آنها ایمان کامل پیدا کرد. پس در بین دیگر مردکاران آسیای میانگی فعالانه تشویقات و ترغیبات برد. او را حتی به دیپوتاتی سویت شهری بیردیانسک نامزد هم کردند. шумо гуфтори 122-ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқуловхон, коргардон Шералӣ Нағзалӣ.